سلام و سلام و خیلی خیلی خوش اومدین به ویدیو جدید از نوگلی. شاید باورتون نشه من 13-14 سالگی عاشق این بودم که بیام در مورد آهنگای تیلور سویفت با یکی صحبت بکنم. خب هیچ وقت اون فرد رو نداشتم، ولی بذار اینو بهتون بگم. من توی کامیونیتی ایران خیلی دوست داشتم این اتفاق بیفته که یکی بیاد صحبت کنه، گوش بده با آهنگاش، متناشو مثلا در موردش صحبت کنه و اینا. میدیدم نیستش. و الان توی 26 سالگی قرار همون آرزو و امیدی که خودم داشتم که یک فرد دیگه باشه که بهش گوش بدم رو قرار با شما تجربه کنم. من هدفون آوردم، از همین الانم کانکتش کردم به لپتاپ، به خاطری که وایسمو از اون سمت دارم ضبط میکنم. از اونجا که کپی رایت خیلی 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 بده توی یوتیوب، از جهت اینکه من بخوام آهنگا رو بذارم عملا نشدنی هستش. من آهنگا رو اینجا گوش میدم، ولی متنش رو با هم دیگه قراره که بریم بخونیم. اینجا من سایت جینیس هم باز کردم، از اولین آهنگ قراره با هم دیگه گوش بدیم. The Fate of Ophelia، دومیش الیزابت تیلور، سومیش اوپلایت، چهارمی Father Figure، پنجمی Eldest Daughter، ششمی Ruin the Friendship، هفتمی Actually Romantic، هشتمی Wishlist، نهمی Wood، دهمی Cancelled، یازدهمی Honey و The Life of a Showgirl 12مین آهنگ از این آلبوم هستش و آلبوم 12 تیلور. حالا اگه بدونی که اصلا بدونم که آهنگ در مورد چی هستش، بخوام بگم که از اسم کدومشون خوشم میاد. از هانی خیلی خوشم اومدش و از الدستارر، مخصوصا اینکه ترک 5 هستش یکم احساس میکنم اون ناراحتی ها قراره توش داشته باشه. حالا اینکه این آلبوم قراره شاد باشه رو هممون میدونیم، ولی خب اصلا تیلور نیستش. اگه آهنگای کوچولو غمی انگار میدونین دردناک نباشه، تیلور نیستش. البته اینم بهتون بگم، یادم توی یکی از اینترویوها داشتش اینو میگفتش، همه به من میگفتن، مثلا فکر کنم سر آلبوم 1989ش بود که اینو بهش گفتن که اگه تو ناراحت نباشی اصلا مگه میتونی ادامه بدی، مگه میتونی انقدر آهنگای قشنگی رو مثلا بنویسی و اینا. و فکر میکنم سعی داره میکنه تیلور، یا داره به این باور میرسی که آره من میتونم. چون خیلی از مواقع آدما به اون چیزهایی که بهشون گفته میشه هم ممکنه میدونی انگاری ایمان پیدا بکنن، در صورتی که اون واقعی نیستش. و اگه تیلور رو بشناسین، کسی هستش که یک شخصیتی داره که یه ذره مهرطلبی رو داره، یه ذره که نخودش یه آهنگ در مورد میرربال بودنش گفته، یعنی در مورد اینکه تیکه هایی که مردم میخوان رو بهشون داره نشون میده، رفلکت میکنه، شبیه یک آینه هستش که انگاری داره رفلکت میکنه. ولی این آلبوم فکر میکنم قدرتش رو و برگشتش به خود واقعیش رو بهمون نشون بده، یا حداقل با توجه به اون چیزایی که توی اینستا اینا گذاشتن دیگه. حالا بریم که دونه دونه گوش بدیم. اولین آهنگ The Fate of Ophelia. صداشم زیاد کن. اوه، شروع قوی داشتش. کی میخواست تیلر رو ببینه؟ خیلی میدونین یکی از آهنگای تیلور هستش که میگه که همه دارن میگن که توی آهنگا مثلا من مواد ریختم که دارین هنوز گوش میدین. من احساس میکنم که دقیقا این همون چیزی که واقعا آدم دوست داره باش بخونه، با اینکه من نمیدونم مثلا این آهنگ چیه، ولی چون میگم میتونم باهاش اون ملودی انگاری بسازم توی ذهنم. صبر کنی، من کورس اینو به احتمال زیاد قرار دوست داشته باشم. خیلی خوب شده توی این چیز آلبوم. اگر The Fate of Ophelia رو نخونید و یا نمیدونین، بدونین که مال شکسپیر هستش و در مورد یه دختری هستش که از بابت عشق دیوونه شده، و یا حداقل این چیزی هستش که میدونی اون کتاب در مورد این فرد نوشته. و بذارین بگم چرا میگم که اون کتاب نوشته، از این جهت که تیلور همیشه خودش نبوده که داستان خودش رو مینوشته، انگاری میدیا بوده که داستانش رو مینوشته. با یه عالم هستش، یه عالم دوست پسر داره، از دوست پسراش نمیدونم نمیتونه دوست پسرش رو نگه داره، چیزهایی بوده که از دور بهش گفته شده. و کتاب وقتی نوشته میشه، کتاب معمولا یکی در مورد یک فرد، یک اتفاق، یک موقعیت، یا در مورد فانتزی هایی که توی ذهن یک فرد هستش، یعنی شکسپیر هست. و احساس میکنم این دفعه از بیرون داره به خودش نگاه میکنه و این رو مینویسه. All that time I sat alone in my tower. اون مدت طولانی که من توی برج خودم نشسته بودم. You were just honing your powers. Honing your powers یعنی اینکه تقویت داشتین میکردین قدرتاتون رو. Now I can see it all. Late one night you dug me out of my grave and saved my heart. و اوفیلیا میمیره،
عملا چون میمیره توی، اگه اشتباه نکنم توی آبم میمیره و این برمیگره میگه که منو از سوی اون عملا حالا گریو رو خیلی استفاده میکنه تیلور، مثلا این که میگه که همیشه یه جور داره نشون میده که انگاری بعد از یک ایرای مرده و هر دفعه داره از سوی خاک در میاد و یه جوری انگاری داره نشون میده که ایمورتال هستش، یعنی جاودانه. و احساس میکنم حتی اینکه فیت آف اوفیلیا رو اومده انتخاب کرده اینجا به خاطر همون هستش، میخواد تغییر بده اون فیت رو، چون توی آهنگ د پروفسی داشت نشون میدادش که داره از خدا میخواد که اون انگاری آینده، اون سرنوشتش تغییر پیدا بکنه، چون به نظر میرسید که اصلا قرار نیست این اتفاق بیفته. بعد برمیگرده میگه saved my heart from the fate of Ophelia. fate of Ophelia این شکلی بودش که اونا هیچ وقت به همدیگه نرسیدن، ولی این نکنه در مورد تراویس داره میگه که اونا رو به همدیگه رسون، چون توی پروفسی میگفتش که تو رو خدا من یکی رو پیدا بکنم که واقعا دوستم داره و کسی که میخواد زمان با من بگذرونه، و توی اینجا دقیقا همین اتفاق افتاده. یعنی عملا داره میگه که دیگه به این باور پیدا میکنه که فیتش یا اون سرنوشتش تنها قرار نیستش بمونه و قرار یکی بیاد و عملا نجاتش بده از این حالت. میدونید The Fate of Ophelia شبیه لاو استوری میمونه اگه اشتباه نکنم، اون که میگه که save me، دقیقا رومیو و جولیت هم مال شکسپیره. وای چقدر باحال. بعد ببینید چی میگه keep it 100 on the land the sea the sky. The 100 عدد 100 13 و 87. تراویس این در مورد تراویس داره میخونه. واسم اهمیت نداره که گذشته چی بوده، به خاطر اینکه الان مال منی، عملا یه همچین ایده‌ای تو ذهنشه. It's about to be the sleepless night you've been dreaming of, the fate of Ophelia. وای sleepless night، شب قرار نخوابه. dreaming of the fate of Ophelia. اوفیلیا توی یه فانتزی داشتش زندگی میکرد با love was a cold bed full of scorpions، ولی عشق یک تختی بود، یک تخت سردی بود که پر از عقرب بودش. The venom stole her sanity. ونم اون چیزیه که فکر کنم زهر باشه اگه اشتباه نکنم، چون همیشه ما فکر می‌کنیم عشق خیلی چیز بامزه و ناز و گوگولی مگولیه، ولی دقیقاً تفاوتش اینجاست که داره میگه آقا نیستش. And if you would never come for me I might have lingered in. وای چقدر این سخت دختر، چی داره میگه؟ میگه اگر نمی اومدی چی میشد؟ توی برزخ میمونده. اگر نمی اومدی من تو برزخ میموندم. You wrap around me like a chain. تو منو شبیه یک چین چی میشه؟ زنجیر دور خودت میپیچی. A crown مثل یک تاج. A wine. اینجا یکی از جاهایی هستش که قشنگ تراویس میدونه که با کی هستش و ارزش داره میده، مثل یک تاج روی سرش گذاشته. It's locked inside my memory and only you possess the key. فقط تویی که اون کلید رو داری. اون کلید وای به خاطر این داشته میگفته شبیه کلید بودش ایراستور. And only you possess the key, no longer drowning and deceived. به خاطر اینکه اوفیلیا غرق میشه و میمیره. خیلی دوستش داشتم من اینو. بریم آهنگ بعدی. الیزابت تیلور. Elizabeth Taylor. باحال شروعش. پورتوفینو کجاه؟ صبر کنم. پورتوفینو یه جایی تو ایتالیاه؟ یپ توی ایتالیاه. is a fishing village، یه روستایی هستش واسه یه چیز ماهیگیری. Oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me. اغلب اوقات خودم بودن اونقدر هم جذاب نیست. All the right guys promise they'd stay. تمامی مردهای درست، به خاطر اینکه خیلی از مواقع شاید یک آدمی درست باشه ولی درست واسه شماها نباشه. All the right guys promise they'd stay. همه اون مردهایی که مثلا درست بودن قول دادن که بمونن. Under bright lights they withered away but you bloom. زیر نور شدید اونا پژمرده شدن اما تو شکوفا شدی. وای خدای من. الیزابت تیلور هم تو دوره خودش یک بود و عملا همه به یاد میدارنش اون فرد رو. و be number one but I never had to. همیشه نفر اول بودم و دومین نفر نبودم. You're only as hot as your last hit. این آهنگ در مورد شهرت هستش و احساس میکنم که یه سری از مواقع ممکنه که یک سری از افراد قبل از شما این تجربه داشتن و دلیل این که به نظرم الیزابت تیلور انتخاب کرده به خاطر که نفر اول توی دوره خودش بوده. You're only as hot as your last hit baby. تو تنها به اندازه جذاب هستی که اون آخرین آهنگی که دادی بیرون هیت بوده، یعنی انقدر خفن بوده، انقدر خوب بوده که توجه جلب کرده، ولی اگر هیت نباشه تو هیچی نیستی. What could you possibly get for the girl who has everything nothing. حال کردیم دقیقا حدسم درست بودش. میگه
Hey, what could you possibly get for the girl who has everything and nothing all at once? تو واسه یک دختری که همه چی رو داره و هیچی نداره، بخاطر که همه چی داره، وقتی هستش که تو یه آهنگ خیلی خفن دادی، یه جایی که خیلی بالا رفتی، یه جایی که تو رو بردن بالا، میدیا تو رو برده بالا و در عین حال در عرض 30 ثانیه تو رو میتونه بکوبه بیاره پایین. تو واسه اون دختری که همه چی رو داره و هیچی رو نداره قراره چی بگیری؟ Babe, I would trade the Cartier for someone to trust. من کارتیه، اون البته به اینم توجه بکنین که عکسی که واسه عروسیش هم گذاشت کارتیه بودش. من فکر میکنم یه ارتباط هایی بین این هستش که حالا اون روزی که داشته میدونی خواستگاری میشده ازش و حالا هر چیز با کارتیه قطعا یه ارتباطی قرار تو آینده هم داشته باشه تیلور، چون الکی اسمیو نمیاره. ساعتی که روز اینگیجمنت یا حالا روز خواستگاریش عملا بگم انداخته بودم کارتیه بودش. Baby, I would trade a Cartier for someone to trust. من کارتیه‌مو میدم بابت اینکه بتونم به یکی اعتماد بکنم. Just kidding. الکی گفتم. یعنی انقدر باز داریم که کارتیه مهمتر از حتی اون میدونین چیز هستش، اعتماد هستش. یه کوچولو داره شهرت رو هی میاره جلو، میگه که شهرت رو میخوام نمیخوام و جالبش اینجاست که داره انگاری شهرت رو دقیقاً دو لبش رو نشون میده. یه جایی که تیزه، یه جایی که نرمه، یه جایی که میخوای باشی، یه جایی که نمیخوای، سرد میشی گرم میشی، میخوای نمیخوای. خیلی خوشم اومد از این آهنگ. و اینجاست که داره میگه که من دارم انگاری عادت میکنم به شهرت و هر دو لبش رو داره کم کم انگاری دوست داشتنی میبینه. ببینید چی میگه they say I'm bad news I just say thanks. وقتی بهت میگن که تو بد نیوزی، تو مثلا چیز آدم جالبی نیستی، تو کی هستی، و تو برمیگردی اینجوری میکنی میگی مرسی. یعنی انقدر واسه حرف مردم دیگه اهمیت نداره که با شهرت انگاری آشنا شدی و راحت شدی. And you look at me like you're hypnotized and I think I know why. و تو یه جوری به هم داری نگاه میکنی که انگاری هیپنوتیزم شدی و من میدونم بابت چیه. اگر من اون بالا دقیقا میبینی های اند درای، وقتی که یک فردی انگاری مصرف میکنه اون بالای بالا هستش، یهو وقتی خالی میشه دوباره میخواد همونقدر های باشه، دوباره میخواد همونقدر بالا باشه. و داره انگاری از الیزابت تیلور میپرسه، میگه که tell me for real do you think it's forever؟ همیشگیه که من انقدر بالا بمونم؟ همیشگیه که انقدر من انگاری محبوب بمونم، شهرت داشته باشم؟ وقتی که تیلور با حالا هر کسی، هر فردی توی زندگیش بود، همیشه روی پیپر، این که میگه روی پیپر مونده، به نظرم آهنگایی که نوشته، اون پوئم ها، اون میدونی متن هایی که نوشته، شعرهایی که واسه اون افراد نوشته، عملا اون اشاقش همشون زنده میمونن ولی روی کاغذن. بعد آن اسکرین یا روی تلویزیون یا توی داکیومنتری هایی که تیلور حالا مثلا با جو یا هر کس دیگه که داشتش and in their mind و توی ذهن ها مونده all my white diamonds and lovers are forever. تمامی اون انگشترها، و من احساس میکنم میگه تمامی انگشترها، ممکنه یک فرد، ممکنه متی هیلی یا جو انگشتری داشتن یا بهش نشون دادن، چون اونجایی که توی کدومی که از آهنگا هسته شامپین پرابلمز on their knees and they ask me، روی زانوهاش بوده طرف و ازش خواسته که با من ازدواج کن، و ممکنه اونجا وقتی میگه دایمنز یعنی قبلا هم ازش خواستگاری شده، فقط اونجا نگفته، به تراویس آره گفته. Number one but I never had to and I can have fun if I can have you. اینجا دیگه شهرت و محبوبیت مهم نیست انگاری. یه ذره من احساس میکنم داره اینجوری میرسه به تراویس که بگه که من تو رو دارم، شاید الان شهرت رو شاید در آینده شهرت و محبوبیت رو نداشته باشم ولی قرار تراویس رو داشته باشم. بریم بعدی. اینم این شکلیه. I had a bad habit of missing lovers past. وای، میگه که عادت بدی داشتم که دلتنگ عشقای گذشتم میشدم. داداش من قبلا اینو میگفتش که eating out of trash، یعنی از تو آشغال غذا خوردن داشته میگفته. دوست پسری قبلیش اکساشو داره میگه. وای خدا. It's never gonna last. داداش داشته میدیده که قراره که آینده ای نداشته باشه با این افراد. I thought my house was haunted. Haunted توی خیلی از آهنگای تیلور هستش. I used to live with ghosts and all the perfect couples said. وای این من از این متنفرم. When you know you know and when you don't you don't. خیلی از افرادی که تو رابطه هستن وقتی ازشون میپرسی چی شد که متوجه شدی که قراره که با این فرد حالا آینده‌ای داشته باشی، اینجوری میگن که وقتی که بدونی میدونی، وقتی هم ندونی نمیدونی. این شکلی که یعنی چی؟ زندگی مثل یک آهنگه، وقتی که تموم میشه تموم میشه. میدونی منظورش چیه؟ یه جوری که انگاری شاید اون خواننده میدونه که اون آهنگ کی تموم میشه ولی من شما یه نوعی نمیدونیم و با اون ابهامه انگاری باید یکم راحت بشیم. مامانم گفتش که اوکیه
It's alright you were dancing through the lightning strikes. این یه تشبیه داره میکنه که رابطه‌هایی که داشته رو انگاری داشته توی اون رعد و برق میرقصیده. میگه که ما تمام اون عشقمون رو میدیم. You finally left the table and what a simple thought. You're starving till you're not. یه چیزی که اگه توجه کرده باشه مخصوصا توی اراستور یه دونه میز میکشیدش و عشق رو تشبیه میکردش به اینکه تو قراره توی اون رابطه سیر بشی و سیر شدن از نظر احساسی رو داشتش میگفت. و اینجا میگه که دیگه اون تیبل اون میز رو دیگه گذاشتی کنار رو رفتی. و به غیر از سیر شدن یه چیزی تو انگلیسی هم هستش که میگن که what do you bring to the table. تو چی به میز میاری و عملا به این معنیه که تو چی داری اضافه میکنی به من. و اینجا میگه you finally left the table and what a simple thought. You're starving till you're not. تو انقدر مدت زیادی تو اون گرسنگی موندی که دیگه احساس نمیکنی گرسنه بودن تو. Life is a song. It ends with it ends. You move on. تو میذاری و ادامه میدی. And that's when I told you it's alright you were dancing through the lightning strikes. Sleepiness دوباره همون رو تکرار میکنه. این دفعه میگه که من گفتم. یه بار داداشا باهاش صحبت میکنه، یه جا مامانه باهاش صحبت میکنه، یه جا هم خودش داره انگاری با خودش صحبت میکنه. نمیدونم چرا ولی احساس میکنم اگر قرار بود این یه دونه مثلا ویدیو بشه ممکنه که توی آینه نگاه بکنی به خودت و این رو بگی، انگاری داری با خودت صحبت میکنی. میگه شکست بهت آزادی میده. چرا؟ چون تو دنیایی که همیشه باید ایدئال میبودش تیلور، عملا وقتی که خرابکاری میکرد یا حتی رابطه هاش خراب میشدش بهت اجازه آزادی میداد. انگاری مردم دیگه ولت میکردن، میگفتن که اوکی دیگه کات کرد دیگه. خب میدونی انگاری یه آزادی از اونجا داشته میگرفته. And I can bring you love love love. Don't you sweat it baby. من بهت عشق میدم. It's alright you were dancing. دوباره همونو تکرار میکنه. وای چقدر قشنگ بودین. آهنگ بعدی Father Figure. یه چیز بامزه که توی این حال آهنگ مخصوصا داریم میبینیم، شاتو، تاور، انگاری واقعا خودشو اون حالت پدستو که میگم بالای بالا میبرن این شخصیت رو. فکر میکنم اینو داره انگاری نشون میده بهمون، اینکه چقدر الان توی اون قسمت های و بالا هستش و چقدر قشنگ میشد اگر دقیقاً یه دونه برعکسش هم میدیدین. یعنی حتی اگر یه دونه سکه میشدش که این روش تیکه دی لایف اف شوگرل بودش و سکه اون سمتش آلبوم 13ش میشد و سختیاشو دوباره میگفت. چون تیلور توی آهنگای غمگین واقعا شکوفا میشه و میتونه دوباره انگاری هی برگرده به اون تیکش، برگرده به قسمت خوشحالش، اینور اونور، یعنی تیکه های مختلف خودش رو نشون بده بهمون. و خیلی جالب میگه when I found you you were young wayward lost in the cold. حالا نمیدونم الان این فادر فیگر قراره کی باشه، با خودش قراره باشه یا یه شخص دیگه، ولی داره در مورد این انگاری صحبت میکنه که لاست بوده، گم شده بوده و پیداش کرده. یکی بهش گفته که من تو رو به اون چیزی که فکر میکنی میرسونم. ممکنه حتی از دید پابلیشرها باشه، از دید اون افرادی که قرار بودش که باهاش رکوردها رو انگاری امضا بکنن و بهش یه جایی توی این دنیای انگاری موسیقی بدن. Pulled up to you in the jack, turned your rags into gold. این که دیدی همیشه یک رویایی بهتون میفروشن، میگن که ببین من تو رو تبدیل میکنم به ستاره‌ای که نمیدونم نفر اول باشه توی این دنیا، تو بهترین خواننده‌شی. من احساس میکنم اینو داره نشون میده اینجا بهمون. و اون فردی که داشته باش صحبت میکرده و میگفته که اوکی تیلور من تو رو مثلا یه سوپر استارت میکنم، برمیگرده اینو میگه You remind me of a younger me. I saw potential. تو منو یاد اون ورژنی از خودم میندازی که انگاری شبیه تو بودش، یا مثلا تو منو یاد جوونیام داری میندازی. I saw potential. پتانسیل توی این فرد دیدم. I'll be your father figure. father figure هم به معمولا فردی میگن که ساپورتت میکنن، حمایتت میکنن. من اون فردی میشم که عملا حمایتت میکنه. I drink that brown liquor. حالا اون نوشیدنی رو میخورم. باز میدونی انگاری داره نشون میده که آدم بزرگه، یا آدمیه که حالت پدرانه‌ای داره واسه تیلور بازی میکنه. I can make deals with the devil. من میتونم با اون آدمایی که خیلی بد هستن، با شیاطین، با اون افرادی که قراره که بهت آسیب برسونن ارتباط داشته باشم و تو رو ازت مراقبت بکنم. بعد because my bigger. به احتمال زیاد اولین افرادی که حالا باهاش میدونین اون رکوردش رو ساین کرده، امضا کرده، یه همچین حرفایی بهش زده باشه و بدون اینکه این تیکر رو بگه که my bigger، من قویم، من قدرت دارم. چون همیشه متاسفانه اون رو به این معنی میارن توی آهنگا و یا کلا توی حرفها که بگن که آقا من
خفنم، من گندم، من میتونم، من قدرت دارم. دوست نداشتم که این رو بشنوم توی آهنگ، به خاطر اینکه میدونی با توجه به اینکه میدونم تیلور خیلی خیلی میتونه تشبیه‌های خیلی قشنگ‌تری بیاره، اینکه این کلمه رو یهو بیاره اینجا یه ذره زیادیه. ولی حالا This love is pure profit. Just step into my office. بیا توی آفیس من، بیا توی شرکت من. این عشق سود خالصه. فقط کافیه بیای توی دفتر من. خیلی باحال لعنتی. اشکاتو با آستین لباسم پاک میکنم. Leave it with me, I protect the family. Leave it with me, I protect the family. بذار من مراقبت میشم. بذار من واسه کارا رو انجام میدم. نگران نباشی یه جورایی دیگه. I paid the check before it kisses the mahogany grain said. They wanna see you rise. They don't want you to rain. یه چیز خیلی جالبه، بدون اینکه اون پیچک، اون چکی که آخرش که مثلا سر میز هستی میخواد برسه به میز که شما هزینه‌شو پرداخت کنین. I paid the check before it kisses the mahogany grain. قبل اینکه اصلا برسه من هزینه رو پرداخت کردم. میخوان اوج گرفتن تو ببینن، نمیخوان سلطنت کنی. به خاطر همین هی داره تیلور توی آهنگا توی حرفاش میگه که من میخوام لگسی خودم رو داشته باشم، من میخوام سلطه داشته باشم. تنها چیزی که از تو خواستم وفاداریت بوده شاگرد عزیزم. این داره از دقیقاً دیده اون پابلیشره به احتمال زیاد بنویسه. دوباره همینه تکرار میکنه. This love is pure profit. فلان leave it with me. I saw a change in you. یه تغییری توی تو دیدم. Saw a change. My dear boy. پسر عزیزم. They don't make loyalty like they used to. دیگه وفاداری مثل قدیم مردم انگاری دیگه ندارن. Your thoughtfulness, ambition sparked the ignition on foolish decisions which led to misguided visions. صبر کنید، اینو من باید ترجمه کنم، خیلی سخته. جاه طلبی بیفکرانت جرقه‌ای زد بر تصمیمات احمقانه‌ای که به رویاهای گمراه کنندت منجر شدند که برای تحقق رویاهایت مجبور شدی از شر من خلاص بشی. That to fulfill your dreams you had to get rid of me. I protect the family. اون جاهایی که خرابکاری که همش انتظار داشتن که تیلور بی‌نقص بشه، حتی نشستنش توی اینترویو و مسابقه قدیمیشو برین نگاه کنیم، پاهاشو رو هم شبیه پرنسسا میذاره، نه بخاطر اینکه خودش میخواسته، نه بخاطر اینکه اعتماد به نفس داره، بلکه به خاطر اینکه باید ایدئال به نظر میرسیدش. I was your father figure. من اون کسی بودم که تو رو ساپورت میکردم و حمایتگر بودم. We drank them. ما با هم دیگه. آهان میگه که حالا یادته، میدونی اونجا داشتش میگفتش که من این کارو کردم، من تو رو یه کاری کردم، من تو رو گنده کردم. حالا اینجا میگه که نه خیر، ما با هم این کارو کردیم. You made a deal with this devil. Why? Turns out my bigger. انگاری که معلوم شدش که مال من بزرگتر بوده. You want to fight, you found it. Got the place surrounded. You'll be sleeping with the fishes before you know you're drowning. عکسش چه کسی روی تاقچه است؟ چه کسی رسوایی تو رو لاپوشونی کرد؟ مهربانی من رو با ضعف اشتباه بگیر و کارتت رو باطل شده. من پدرت بودم. برگام. Mistake my kindness for weakness and find your card cancelled. I was با اون پابلیشرش بکنم یه کوچولو رفت به اون اسکوتر و اینا هم داره دیگه، که عملاً چون یه جای کامل ولش کرد، به خاطر این داره میگه من گندت کردم و الان اینجا میگه که نه، من کسی بودم که اصل این ماجرا بودش، ولی ما با همین کار انجام دادیم. بازم اینجا خودخواهی نمیکنه، عملا میگه که اگر تو نبودی هم ممکن بودش که آره منم این فردی که الان هستم نباشم، پس ما بودیم، ولی من رو هیچ وقت کم نبین. وای you pulled the wrong trigger. This empire belongs to me. مال منه. وای اینجا دیگه میگه که اینجا مال منه، همش مال منه. ماشه اشتباه رو کشیدی، این امپراتوری متعلق به منه. مخصوصا اینو در مورد اینجایی میگه که شروع کردش ریکورد کردن آلبومای قبلیش، دیگه هیچکس آلبومای اول گوش نمیداد و میگه که اینا همش مال من هستن. با توجه به اینکه تیلور تونست همه آلبوماشو برگردونه به خودش، تونست بخرتش، مامانش رو فکر کنم داداشش رو فرستادش که با اون شرکت، البته اینم بگم اسکوتر چون دیگه فهمیدش که نمیتونه پول در بیاره از اون آلبوم، فروخت به یه برند، یه رکورد پلیر دیگه، رکورد پلیر یا پابلیشر دیگه ببخشید، و بعد اونها عملاً به تیلور فروختنش. Everybody so punk توی اینترنت همه دارن قسمت‌های قشنگ زندگیشون نشون بدن، همه به نظر میرسه انگاری اوکی ان، همه چی انگاری به نظر ایدئال میرسه. They're not unbothered till they're not. خودشون به نظر نشون میدن که انگاری هیچ چیزی اذیتشون نمیکنه تا اینکه یه چیزی اذیتشون میکنه. Every joke's just trolling and memes. تمامی جوک ها فقط دارن انگاری همه رو مسخره میکنن و ترول میکنن و میم میکنن. Sad as it seems.
غمگین به نظر میرسه.